دوستای عزیزم سلام، در خدمت شما هستیم با پارت اول طرح توجیه اقتصادی یک واحد 1000 قطعه‌ای پرورش مرغ بومی. تو قسمت اول میزان سرمایه مورد نیاز و ریز هزینه ها رو به شما ارائه میدیم. فراموش نکنید اعداد کاملا واقعی اند و خودمون تمام این اعداد رو با این قیمت ها برای ارائه داریم. تو قسمت اول شما برای 1000 قطعه نیمچه 3.5 ماه حدوداً 185 میلیون بودجه نیاز دارید. برای خوراک این پرنده تا زمان تولید و تخم‌گذاری 140 میلیون تومان بودجه لازمه. برای تامین قفس منبری معقول دست دوم 75 میلیون تومان. برای هزینه گرمایش خوشبینانه 10 میلیون تومان، بدبینانه 30 میلیون تومان. برای هزینه سرمایش خوشبینانه 10 میلیون تومان، بدبینانه 15 میلیون تومان. برای هزینه تهویه نهایتاً 15 میلیون تومان تجهیزات نیاز دارید. برای هزینه برق کشی نهایتاً 8 میلیون تومان، تأسیسات آب و تانکر آب بین 10 تا 15 میلیون تومان، تقریبا متعادلش 15 میلیون تومان خواهد بود. برای مکمل و دارو و تقویتی و واکسن تمام اینها روی هم حدوداً 15 میلیون تومان هزینه خواهید داشت. اجاره بهای متوسط شما در 2 ماه اول حداقل 20 میلیون تومان به ازای 2 ماه و حد اکثر 40 میلیون تومان خواهد بود. هزینه های حامل انرژی هم حداقل 7 تا حد اکثر 10 میلیون تومان و هزینه های حمل و نقل هم بین 20 تا 25 میلیون تومان. کل بودجه این مورد نظر شما حداقل 520 میلیون تومان و حد اکثر 575 میلیون تومان.